رازهای جدید و باور نکردنی زندگی عبید جوینده با خانم اول و دومش و برنامه جدید عبید جوینده با نادیه نایاب. همسر اول عبید جوینده کی بوده است؟ دلیل جدایی عبید جوینده از همسر اولش چی بوده است؟ عبید جوینده چگونه با تهمینه ازدواج کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. عبید جوینده هنرمند خوش صدا، خوش سیما و نام آشنا در میان هنرمندان و مردم افغانستان است. عبید جوینده کارهای هنری خود را از زمان طفولیت آغاز کرده بود. وی در سن نوجوانی با خانواده‌اش به کشور اوکراین و از آنجا به کشور لندن رفت. عبید جوینده با خانم به اسم دیبا که یکی از دوستان و خویشاوندانش بود ازدواج کرده بود و از ثمره ازدواجش 2 فرزند بود. عبید بعد از آن که کار در رسانه افغانستان از جمله تلویزیون طلوع را در سال 2014 آغاز کرد، وی با یکی از آرایشگران تلویزیون طلوع در رابطه عاشقانه شد و از همسر اولش دیبا جوینده جدا شد. این همه در حالی است که در آن زمان دختر عبید جوینده در شهر لندن حادثه ترافیکی کرده بود و در حالت بسیار وخیم در شفاخانه بستری بود. عبید از همسر اولش جدا شده و با تهمینه آرایشگر تلویزیون طلوع ازدواج می کند و این دختر خانم را هم به کشور لندن می برد. اکنون همسر اول عبید جوینده تمامی حقایق و تصاویر عروسی اولش را با عبید جوینده در صفحات مجازی از جمله تیک تاکش نشر کرده است که عبید جوینده مورد نقد شدید علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است و در تازه ترین اقدام عبید جوینده با همسر دومش در یکی از برنامه‌های اجتماعی با نادیه نایاب تمامی حقایق عروسی دومش را افشا کرده است. ولی هر کس خودش می‌داند و تصمیمات زندگیش. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان عبید جوینده به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.